ما محصولات خارق‌العاده‌ای داریم. ما داشتیم از دستشون میدادیم. اگر من این انتخابات رو باخته بودم و کامالا الان رئیس جمهور بود، معتقدم که کشور ما ونزوئلا بود. دقیقا ونزوئلا بود و بدتر از ونزوئلا. من اینو تو بازه تبلیغات انتخاباتی هم گفتم. اگه من رأی نیارم ونزوئلا میشیم. الان ببینید 18 تریلیون دلار داریم. نزدیک 20 تریلیون هم داشت میشد. بهش فکر کنیم. همش سرمایه گذاریه. عدد خارق‌العاده‌ایه. قراره کارخونه بزنن. نصف شما آدمه که اینجا نشستین کارخونه های تولید خودرو دارین. میدونین من چی میگم؟ لوئیزیانا رو ببینین، جورجیا. همه شما آدمای بزرگ و خوبی هستین. کسی هست اینجا که با حرفای من مشکل داشته باشه؟ شاید یکی دو تایی که نمیخوان خودشون نشون بدن. همیشه یکی هست بالاخره. ما خب باید درکش کنیم چون اونا احمقن، نمیفهمن. براشون متاسف باشیم، با خانواده هاشون صحبت کنیم، نصیحتشون کنیم، چون کاری که ما داریم میکنیم کار درسته. 18 تریلیون دلار شرکت های خودروسازی میان اینجا تولید میکنن. من ژاپن بودم و میگفتن که نباید بره اونجا و وقتی رفتم اونجا پول زیادی برای کشور به دست آوردم، نه برای خودم. من پول زیادی دارم، نیاز ندارم پول بیشتر برای خودم به دست بیارم. من پول برای کشور میخوام. کاری که با اینتل کردم. یه مشکلی داشتن و من گفتم که میتونم مشکل رو حل کنم، ولی گفتم که باید به آمریکا، باید 10% شرکتتون رو به آمریکا بدید و گفتم که میتونم مشکلتون رو حل کنیم. گفتم برای آمریکا نه برای خودم. بعضی گفتم برای خودم، نه برای آمریکا. دوست دارم که برای خودم وردارم، ولی خب مامورا میبردن منو میبردن. نه برای آمریکا. 10% کارخونه تو بده برای آمریکا و مشکل اینتل حل شد. من دوست دارم صادق ترین آدم تاریخ باشم. من سالها ازم سوء استفاده شد و آزار دیدم و هیچ چیزی علیه من پیدا نکردن. هیچی. سالها بود که میگفتن که باید بیاد مدارک پرداخت مالیاتش رو نشون بده و شوکه کننده بود که دادگاه عالی اومد و گفت شما باید بیاید مدارک پرداخت مالیات رو ارائه بدید.